بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه می‌خوایم در نرم افزار جامع الاحادیث نحوه ایجاد دامنه جدید و همچنین تغییر دامنه رو آموزش بدیم تا اگه خواستیم جستجوهامون رو در کتب خاصی و در دامنه خاصی انجام بدیم. برای این منظور میریم روی جستجو. تو این قسمت که می‌بینید نوشته دامنه همه کتاب‌ها. یک سری دامنه ها تعریف شده در خود نرم افزار مثل کتب عربی، فارسی، کتب ترجمه دار، کتب اربعه و شروح، کتب قبل از سال 500 و کتب بعد از سال 500. اما ممکنه شما هیچ کدوم از این دامنه ها رو نخواهید و بخواید یه دامنه جدید ایجاد کنید. برای این منظور میرید روی 3 نقطه که نوشته ایجاد یا تغییر دامنه. روی این 3 نقطه میزنید، ایجاد رو میزنید، عنوان دامنه‌ای که میخواید ایجاد کنید رو مینویسید. مثلا کتب اربعه، میخوایم ما فقط کتب اربعه به عنوان دامنمون باشه، جستجوهامون در کتب اربعه باشه. تایید رو میزنید و این ایجاد میشه. حالا برای اینکه کتاب‌هایی رو به این دامنتون اضافه کنید، اینجا همه کتاب‌ها رو انتخاب میکنید. در این قسمت پایین میایید کتاب‌هایی رو که میخواید به دامنتون اضافه کنید جستجو میکنید. مثلا کافی جستجو میکنم، علامت میزنم، میرم افزودن به کتب اربعه رو انتخاب میکنم. کتاب بعدی تهذیب مثلا انتخابش میکنم، دوباره افزودن به کتب اربعه رو میزنم، اضافه میشه. من لا یحضر الفقیه انتخابش میکنم، دوباره افزودن به کتب اربعه و در نهایت استبصار رو هم انتخاب میکنم و اضافه میکنم به کتب اربعه. حالا اگه این بالا به جای همه کتاب ها برم دامنه‌ای که ایجاد کردم و انتخاب کنم، میبینم که 4 کتابی که انتخاب کردم وجود داره. یه بخش دیگری وجود داره بیشتر که این دامنه محتوایی هست. دامنه محتوایی چیه؟ اینه که یک سری عنوان ها هست مثل سرفصل ها، سند احادیث، آیات. میگه من تو همه اینها جستجو کنم یا نه فقط تو یک بخشی از اینها. ما میتونیم همه اینا رو انتخاب کنیم، میتونیم هم نه بگیم ما با اسناد سر و کار داریم. هر جستجویی که ما میخوایم انجام بدیم میخوایم فقط تو سند احادیث باشه، فقط سند احادیث رو انتخاب میکنیم و تایید رو میزنیم و بعد وارد جستجو میشیم. ابتدا دامنه رو اینجا هم انتخاب میکنیم کتب اربعه و بعد میریم وارد جستجو میشیم.